تو این ویدیو با هم میبینیم که یه دوستی ساده بین دو تا دختر آخرش به یه تراژدی وحشتناک ختم میشه. این دو نفر که یه زمانی بهترین دوستای هم بودن، حالا سر یه حرف روبروی هم قرار گرفتن. اما چیزی که این درگیری رو عجیب‌تر و دلخراش‌تر میکنه اینه که یکی از دوستاشون همه چی رو داره با موبایل ثبت میکنه و وقتی دوربین روشنه اتفاقی میفته که برای همیشه زندگیشون رو به شکل جبران ناپذیری تغییر میده. سلام، خیلی خوش اومدین. مثل همیشه بی معطلی بریم سراغ پرونده امروزمون. پرونده امروز 26 مارس 2023 اتفاق میفته. اول بذارید یکم با دو تا شخصیت اصلی داستان آشنا بشیم. بریانا باروزینی و هالیا کولبرتسون. بریانا یه دختر 18 ساله اهل وسترویل، یه شهر کوچیک و آروم تو ایالت اوهایو بود. با مادر و ناپدری زندگی میکرد و مثل خیلی از دخترای همسن و سالش زندگی نرمال و ساده‌ای داشت. بعد از اینکه دیپلم گرفت وارد دانشگاه کلمبوس شد. بریانا یه دختر شیطون و پر انرژی بود. عاشق پارتی و مشروب و خوشگذرونی بود. خلاصه هر کاری که یه نوجوان شیطون و بیکله ممکن بود تو اون سن بکنه رو انجام میداد. قبل از اینکه دبیرستان رو تموم کنه با یه دختری به اسم هالیا کولبرتسون آشنا شد. بریانا و هالیا خیلی زود با هم صمیمی شدن. از اون دوستایی که انگار خیلی وقت همدیگر رو میشناسن. رابطه‌شون یه مدت خیلی خوب بود. ولی یه چیزی بینشون پیش اومد که باعث شد دعواشون بشه. و جالبه که هیچکس دقیق نمیدونه موضوع دعواشون چی بوده. حتی شاید خودشون هم یادشون نمیومد. از اون ور هالیا هم یه دختر 17 ساله و پر انرژی بود، اهل مهمونی و خوشگذرونی و از نظر خیلیا خیلی دختر دوست داشتنی بود. 4 تا خواهر و برادر داشت. تو تیم 2 مدرسه عضو بود و کلی دوست و رفیق داشت. یکی از دوستاش تعریف میکرد که همیشه وقتی با هم تو اتوبوس بودن مسابقه آواز میذاشتن و کلی با هم میخندیدن. هالیا از اون دخترایی بود که خیلی هوای دوستاشو داشت. اگه کسی به یکی از دوستاش بی احترامی میکرد سری میرفت وسط. همیشه حاضر بود از دوستاش دفاع کنه، حتی اگه این قضیه واسه خودش دردسر میشد. این خصلتش باعث شده بود بعضیا بگن هالیا همش دنبال دعوا میگرده. ولی واقعا قضیه این بود که نمیذاش کسی به آدمایی که براش مهم بودن آسیب بزنه. دعوای هالیا و بریانا چند هفته طول کشید. کلاً در حد یه سوء تفاهم کوچیک بود. شاید یک کدومشون یه حرفی زده بود که اون یکی بد برداشت کرده بود و بینشون دلخوری پیش اومده بود. ولی چیزی که مشخصه اینه که موضوع مهمی نبوده دعواشون. با این حال بعد از اینکه دوباره با هم دوست شدن، رابطه‌شون دیگه مثل قبل نشد. هالیا دوست داشت دوباره با هم مثل قدیم بشن. ولی بریانا دیگه دلش نمیخواست با هالیا دوست بشه. حتی توی یه پیام به یه دوست مشترکشون گفته بود که از دست کارهای هالیا خسته شده و اگه ولش نکنه یه بلایی سرش میاره. حالا اینکه اون حرفو از رو عصبانیت زده یا واقعا جدی بوده کسی نمیدونه. اون شب یعنی 26 مارس بریانا وارد فروشگاه سیگار فروشی میشه. بیخبر از اینکه هالیا هم دقیقاً همون وقت تو فروشگاه داره خرید میکنه. وقتی با هم روبرو میشن ظاهراً بریانا میاد کنار هالیا و بهش یه تیکه میندازه و بهش میگه دختری و از اونجایی که هالیا تو ترک بود حسابی بهش بر میخوره و از کوره در میره. تو فروشگاهی برای هم کری میخونن. فروشنده فروشگاه سیگار وقتی میبینه که تو مغازش داره دعوا میشه سعی میکنه آرومشون کنه و به هالیا میگه برید بیرون. هالیا و دوستش آدریان مکنزی از فروشگاه میان بیرون، ولی به بریانا میگن بیرون فروشگاه منتظرتیم. بریانا و دوستش یکم دیگه تو فروشگاه صبر میکنن تا مطمئن شن هالیا و آدریان از اونجا دور میشن. فروشنده هم از مغازه میاد بیرون و یه نگاهی میندازه ببینه هنوز هالیا و آدریان بیرونن یا نه. که میبینه آره بیرون وایسادن. بهشون میگه بچه‌ها برید دنبال دردسر نگردید. چند دقیقه بعد بریانا خریداشو حساب میکنه و تو دوربینا میبینیم که با دوستش میاد از فروشگاه بیرون و میبینه که بریانا کنار ماشینشون که یه جیپ نقره‌ای بود وایساده. هالیا میاد نزدیک بریانا میشه و هی هولش میده و کلکل میکنن با هم. بریانا سعی میکنه دور شه از هالیا. اول به نظر میاد واقعا شوکه شده و به هالیا میگه من نمیخوام باهات دعوا کنم چون تو حتی ارزش دعوا کردنم نداری. و دوست بریانا داره سعی میکنه جلوی درگیری رو بگیره ولی هالیا بیخیال نمیشه. هی به بریانا میگه بهم بگو کی به اون یکی وسواس داره؟ کی به اون یکی گیر داده؟ به کی گفتی معتاد؟ که احتمالاً هالیا منظورش اینه که چرا به همه میگی من پیگیرتم و به شدت عصبانی از اینکه بریانا بهش گفته معتاد به کمینه.
ولی بازم بریانا و دوستش هی سعی میکنن دورشن از هالیا. ولی هالیا و آدریان که داره با گوشیش از این ماجرا فیلم میگیره اصلاً بیخیال نمیشن و هی آدریان پشت گوشی هالیا رو شارژ میکنه. هالیا لهش کن، کارش رو تموم کن، بزنش. و همینقدر ساده یه درگیری بین 2 دختر نوجوان تبدیل به یه فاجعه میشه. چند دقیقه بعد یکی از شاهدای درگیری با 911 پلیس کلمبوس تماس میگیره و گزارش میده یه نفر بیرون از فروشگاه به شدت آسیب دیده، لطفاً کمک کنید. نیروهای پلیس کلمبوس و آمبولانس ساعت 11:48 به محل حادثه اعزام میشن. وقتی نیروهای پلیس میرسن به محل میبینن که کلی آدم اونجا وایسادن که همشون حسابی شوکه شدن. پلیس ازشون میخواد عقب وایسن و اجازه بدن مامورا و امدادگرا کارشون رو انجام بدن. افسر پلیس میپرسه کسی دید با چی زده؟ بقیه شاهدا میگن نه هیچ کدوم نمیدونیم. یکی از شاهدا میگه منم هیچی ندیدم. فقط دیدم که اونا داشتن با هم دعوا میکردن. من حتی هیچ چاقویی هم ندیدم. ولی الان اون به شدت خونریزی داره. پلیس اینجا از آدریان دوست هالیا که داشت فیلم میگرفت از دعوا سوال میکنه. اسم این دوستت که زخمی شده چیه؟ میگه هالیا. افسر پلیس میگه اوکی، همینجا درگیری اتفاق افتاد. بعد پلیس اشاره میکنه به هالیا که روی زمین افتاده و خونریزی داره. از آدریان که داره گریه میکنه میپرسه این دختر همونیه که داشتی ازش فیلم میگرفتی؟ آدریان میگه بله. پلیس میگه اوکی، کارت شناسایی داری؟ آدریان هم میگه آره تو کیفمه، ولی نمیتونم اسم و تاریخ تولدمو بگم. شماره تامین اجتماعیم رو هم نمیتونم بگم. این حرفش یکم عجیب بود. یا نمیخواست همکاری کنه یا واقعا تو شوک بود یادش نمیومد. چون شدیداً داشت گریه میکرد. پلیس گفت خب کیفت کجاست؟ خونه مادرمه. پلیس میگه باشه بیا اینجا بشین تو ماشین. پلیس میگه این خواهرته که چاقو خورده؟ آدریان میگه نه، ولی من از 12 سالگی میشناسمش. پلیس میگه پس دوست خوبی بوده برات. آره این خواهرمه. پلیس میگه خب چی دیدی؟ چی شد؟ میگه من فقط داشتم فیلم میگرفتم از دعوا، ولی ندیدم که چاقو خورد. بعدم با گریه‌زاری به افسر پلیس میگه تمومش کن. یه دعوای ساده بود، فقط ویدیو دارم ازش. ولی اصلا نمیدونم کجا چاقو خورد. تمومش کن لطفاً. پلیس و امدادگرا سریع هالیا کولبرتسون 17 ساله رو که رو زمین افتاده بود و چاقو خورده بود به گردنش و به شدت خونریزی داشت و سریع به بیمارستان منتقلش میکنن. در حالی که افسرهای پلیس تو محل میمونن تا با شاهدا صحبت کنن. اگه تا اینجای ویدیو هنوز با منید ولی لایک و سابسکرایب نکردید، الان وقتشه. چون پرونده بعدیمون خیلی عجیب تره. بریم ادامه ماجرا رو بشنویم. تو این قسمت پلیسا دارن با هم صحبت میکنن و میگن الان 2 فیلم داریم از این ماجرا که هر 2 فیلم کیفیت خیلی خوبی داره. آدریان که فقط 10 قدم با این درگیری فاصله داشته و همه چی واضحه تو فیلمش و میتونه به عنوان مدرک استفاده بشه. پلیس دوباره میره سمت آدریان که تو ماشین نشسته. در ماشین رو باز میکنه، گوشی رو میگیره ازش. میگه دختری که تو فیلم لباس نارنجی پوشیده همونیه که چاقو خورد. آدریان میگه آره. افسر پلیس میگه باشه، گوشی تو بده، خودت هم هیچ جایی نرو، همینجا بمون. افسر پلیس از آدریان میخواد گوشیشو بذاره رو حالت پرواز. چون تو حالت پرواز گوشی امنه و کسی نمیتونه وارد اطلاعاتش بشه و چیزی رو پاک کنه. که یه افسر پلیس دیگه میاد میگه فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. خودش داره همکاری میکنه. ولی بازم میگن کار از محکم کاری عیب نمیکنه. افسر پلیس به آدریان میگه میشه دوباره گوشیتو باز کنی و فیلمو ببینم؟ ماشین متهم یا مدرک مهم دیگه‌ای تو فیلمت ضبط شده؟ آدریان میگه نمیدونم، شاید. میتونم از ماشین بیام بیرون تا بهتون نشون بدم؟ پلیس میگه آره بیا بیرون. اینجا افسر پلیس داره فیلم دعوا رو تو گوشی آدریان میبینه و تو فیلم آدریان به بریانا و دوستش هشدار میده که دستتو از رو خواهرم بکش کنار، که منظورش هالیاست. یادتونه که گفتم دوست بریانا خیلی آروم داره سعی میکنه جلوی هالیا رو بگیره، ولی هالیا از این ور از سمت آدریان داره به شدت شارژ میشه. آدریان داد میزنه هالیا کارشو تموم کن، بزن لهش کن. صدای یکی دیگر رو میشنویم که چی داری میگی؟ و صحنه بعدی تو اون فیلم هالیا چاقو خورده و یکی داره داد میزنه سریع برید پیشش جلوی خونریزی بیشتر رو بگیرید. دوباره افسر به آدریان دوست هالیا میگه گوشیتو بذار رو حالت پرواز و بذارش رو داشبورد و در آخر ازش تشکر میکنه که داره همکاری میکنه. یه شاهد دیگه که یه زن بود و تو ماشین نشسته بود میگه من از نزدیک ندیدم دعوا رو، ولی از دور دیدم که اول هالیا یه سیلی به صورت بریانا زد، ولی خیلی دقت نکردم. وقتی رومو کردم تا ببینم چی شده، فهمیدم هالیا به شدت خونریزی داره
و بریانا هم اون موقع از اونجا فرار کرده بود. ولی من بریانا و مادرش رو میشناسم، آدرس خونه‌شون هم دارم. افسر پلیس میگه اوکی. دوباره پلیس میره سراغ آدریان. آدریان گفت زمانی که هالیا برگشت سمت ماشین، ما تازه فهمیدیم هالیا زخمی شده. دیدیم از سمت چپ سینه‌اش داره خون میپاشه. هیچکس فکر نمی‌کرد کسی چاقو داشته باشه، وگرنه جلوشون رو میگرفتیم. باور کنید یهویی شد همه چی. پلیس میگه اوکی، چجوری بود چاقو؟ آدریان گفت نمیدونم، مثل سویچ بلد یا پروانه، یه همچین چیزی، ولی مطمئن نیستم. آدریان دلیل درگیری رو به پلیس توضیح میده. میگه تو فروشگاه بریانا به هالیا گفت معتاد و از اونجایی که هالیا تو ترک بود از کوره در رفت. نمیدونم شما با آدمایی که تو ترکن از نزدیک روبرو شدین یا نه، ولی من خودم قبلا معتاد بودم. میدونم کسی که تو ترکه میتونه خیلی زود از کوره در بره. در نهایت آدریان میگه من قبلا مادر و برادرم رو به خاطر تیراندازی از دست دادم. این بار تمام تلاشمو کردم که هالیا رو نجات بدم. پیراهنمو که یادگاری مادرم بود و درآوردم، سری گذاشتم رو زخمش و فشار دادم تا جلوی خونریزی بیشتر رو بگیرم. خواهش میکنم خواهرم رو نجات بدین. پلیسا دیگه هر چی که باید میفهمیدن و فهمیده بودن. زمان زیادی طول نکشید که چند تا افسر پلیس رفتن سراغ بریانا. در زدن و خواستن بریانا بیاد بیرون. افسر پلیس خیلی سریع شروع کرد بدن بریانا رو بگرده و به بریانا گفت چاقو یا شی تیزی همراه داری؟ چیزی هست که من باید در موردش بدونم؟ فقط میخوام جیبتو بررسی کنم. بریانا گفت اوکی. افسر پلیس بدن و لباس بریانا رو گشت و سریع بردنش به ایستگاه پلیس. تو اتاق بازجویی 2 تا بازجو روبروی بریانا نشستن و شروع کردن ازش سوال کردن. خب میخوای بگی امشب کجا بودی و با کی بودی و چی کار میکردی؟ بریانا میگه من و دوستم حدوداً ساعت 8:45 از خونه اومدیم بیرون و کل شب و با هم بودیم. بازجو میگه دوستت اومد دنبالت؟ بریانا میگه بله. بازجو میگه بعد کجا رفتین؟ بعد رفتیم به فروشگاه تا خرید کنیم و نوشیدنی بخریم. چرا اونجا رو انتخاب کردید؟ چون خیلی نزدیک به وسترویل بود. همیشه میرفتیم اونجا. اینجا یه جاییه که چند ساله داریم میریم. وقتی وارد شدیم من داشتم نوشیدنی برمی‌داشتم که شنیدم 2 نفر کنارم دارن پچ پچ میکنن. برگشتم دیدم یکیشون هالیاست. من نوشیدنی‌ها رو برداشتم، میخواستم برم دم صندوق حساب کنم. همزمانم داشتم پشت تلفن با برادرم حرف میزدم. سعی میکردم به اون 2 نفر بی‌توجه باشم، ولی اونا دست بردار نبودن. هی منو تحریک میکردن که باهاشون دعوا کنم. من بهش گفتم تو ارزششو نداری بخوام باهات درگیر بشم و دعوا کنم. تمومش کن. نمیخوام باهات دعوا کنم. حتی فروشنده بهشون گفت که برم بیرون. بعد اونا گفتن بیرون منتظرم میمونن. بازجو میگه پس دعوا از کجا شروع شد؟ اصلا این دشمنی بین شماها از کجا به وجود اومد؟ بریانا میگه هالیا قبلا دوست خیلی خوبی بود برای من، ولی بعدم فهمیدم که آدم بدیه. دوستیمو باهاش تموم کردم. من که باهاش دوستیمو تموم کردم، دوستم هم دیگه باهاش حرف نزد. از اون به بعد هالیا دیوونه شد. هی تهدید میکرد که منو میکشه یا لاستیک ماشینمو پنچر میکنه و همه این کارهایی که با بقیه میکرد. قبلا هم چند نفر دیگر رو به غیر از من تهدید کرده بود یا لاستیک ماشینشون رو پنچر کرده بود. کلا هالیا کسی بود که دائم دنبال دردسر میگشت. حتی اون مردی که تو فروشگاه سیگار کار میکرد وقتی داشتیم خرید میکردیم گفت شما تو فروشگاه منتظر باشید. من میرم مطمئن میشم که اینا برن. بعدش رفت بیرون و فکر کنم بهشون گفته بود که برن. وقتی ما اومدیم بیرون اونا کنار یه جیپ بودن. فکر کنم یه جیپ نقره‌ای بود. داشتن به من فحش میدادن. بعد اون مرد که فکر کنم دوست هالیا بود بهش گفت هالیا برو طرفش و کارشو تموم کن و هالیا نزدیک من شد. هی بهش گفتم نمیخوام باهات دعوا کنم، برو عقب. بهش گفتم تو ارزششو نداری و در آخر مجبور شدم چاقومو درآوردم. گفتم برو عقب. بعد هالیا حمله کرد سمتم. اول یه سیلی زد بهم. منو هل داد و انداخت رو زمین. بعد دوستم سعی میکرد ما رو از هم جدا کنه. ولی اون دوست هالیا که داشت ازمون فیلم میگرفت داد زد سر دوستم که اگه دستت به هالیا بخوره برات گرون تموم میشه. من فقط داشتم عقب میرفتم ولی هالیا حمله کرد. دقیقاً نمیدونم چی شد. من چاقو رو درآوردم، گفتم برو عقب، نزدیکم نشو. ولی اون موهامو کشید و منو انداخت زمین. بازجو میگه چرا هالیا این کارو میکرد؟ بریانا میگه نمیدونم. هالیا خیلی عصبی بود و اصلا نمیفهمیدم چرا. بازجو میگه یعنی تو چاقو رو از اول کنار بدنت نگه داشته بودی ولی ضربه‌ای نزدی، درسته؟ بریانا میگه بله. بازجو ازش میپرسه وقتی چاقو رو درآوردی همون موقع بازش کردی؟ بریانا میگه نه، از قبل بازش نکرده بودم.
وقتی دیدم حالیا داره بهم نزدیک میشه اون موقع بازش کردم. بازجو ازش میپرسه وقتی چاقو رو به سمتش گرفتی تکونش میدادی؟ اما بریانا جواب درستی نمیده. اینجا بازجوها دارن سعی میکنن بفهمن که بریانا واقعا فقط از خودش دفاع کرده یا نه. چون اینکه چاقو رو از اول باز نکرده بود ممکنه نشون بده که قصد قبلی نداشته. ولی اینکه بالاخره چاقو رو استفاده کرده بازم براش دردسر درست میکنه. بازجو میگه یادت میاد وقتی چاقو رو به طرفش گرفته بودی تو دستت تو داشتی عقب میرفتی یا به سمتش حمله میکردی؟ بریانا میگه فکر میکنم داشتم عقب میرفتم چون میخواستم ازش فاصله بگیرم. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. بازجو میگه پس یادت نمیاد که چاقو رو بهش زدی؟ بریانا میگه نه یادم نمیاد که چاقو رو بهش زدم. فقط یادم میاد که چاقو تو دستم بود. بازجو میگه آخرین باری که حالیا رو دیدی کی بود؟ آخرین بار تو همون فروشگاه دیدمش. فکر کنم 4-5 ماه پیش بود. شاید تو اکتبر یا سپتامبر. از اون موقع دیگه باهاش در ارتباط نبودم. بازجو میگه همیشه اونجا میرفتی؟ اونجا مثل یه پاتوق بود براتون؟ بریانا میگه نه من معمولا اونجا نمیرفتم. اتفاقی رفتم و وقتی وارد شدم دیدم اونا هم اونجان. بازجو میگه بعد از اون چی شد؟ وقتی رفتی خونه چیکار کردی؟ بریانا میگه وقتی داشتم میرفتم خونه به مامانم زنگ زدم. برادرم هم هنوز رو خط بود چون نگرانم بود. بهش گفتم بیاد خونه و منم رفتم خونه. و وقتی رسیدم خونه به مامانم همه چی رو گفتم. بعد دوش گرفتم و رفتم تو اتاقم. بازجو میگه لباسا و چاقو رو چیکار کردی؟ بریانا میگه لباسا رو انداختم رو زمین. فکر میکنم برادرم اونا رو تو اتاق لباسشویی گذاشت. بازجو میگه چاقو رو یادت میاد به کی دادی؟ نه یادم نمیاد. فقط میخواستم چاقو رو از خودم دور کنم. پس نمیدونی اون چاقو چی شد؟ نه نمیدونم چی شد. فقط میدونم چاقو رو با خودم بردم خونه. بازجو میگه وقتی داشتید دعوا میکردین چاقو چی شد؟ بریانا میگه یادم چاقو از دستم افتاد رو زمین. دیگه تو دستم نبود. بازجو میگه بعد چاقو رو دوباره برداشتی؟ نه وقتی که حالیا دست از سرم برداشت و ازم دور شد دیگه چاقو رو بر نداشتم. که این یه تناقض تو حرفای بریاناست. اول گفت چاقو رو بردم خونه. بعد میگه چاقو افتاده زمین و دیگه برش نداشته. بازجو میگه چیزایی که از فروشگاه خریدی چی شد؟ بریانا میگه فکر کنم اونا رو هم رو زمین گذاشتم. بازجو ازش میپرسه اون موقع متوجه شدی که حالیا زخمی شده؟ نه من اول فکر کردم شاید خودم زخمی شدم چون اونا داشتن میگفتن که منو زخمی کردن. وقتی تو ماشین نشستم و خودمو نگاه کردم فهمیدم که من زخمی نشدم. پس وقتی تو ماشین بودی فهمیدی که شاید حالیا زخمی شده باشه؟ بله وقتی تو ماشین بودیم و از اونجا دور شدیم تازه متوجه شدم که شاید حالیا زخمی شده باشه. بازجو میگه پلیس رو خبر نکردی؟ بریانا میگه نه نمیدونستم باید چی کار کنم. فکر میکردم پلیس سری میاد خونم. ولی وقتی دیدم نیومدن رفتم خوابیدم. و در نهایت پلیس اعلام کرد که چاقو رو تو فضای زیر شیروانی خونه بریانا پیدا کردن. پلیس اینجا به بریانا میگه فقط برای اطلاع بهت بگم که حالیا ساعت 12:24 بامداد متاسفانه در اثر جراحاتش فوت کرد. با توجه به شهادت تمام شاهدایی که باهاشون مصاحبه کردیم و ویدیوهایی که از دعوا به دستمون رسید ما تو رو به قتل متهم میکنیم. یعنی هیچ دلیل خاصی برای دفاع از خودت وجود نداره با این همه مدارک و شواهد. حالا این تصمیم به دادستانا بستگی داره که بررسی کنن که آیا پرونده‌ت باید به هیئت منصفه بزرگ بره یا نه. اگه هیئت منصفه تصمیم بگیره که تو رو متهم کنه پرونده‌ت میره دادگاه و اونجا میتونی از خودت دفاع کنی. بریانا میگه یعنی امشب دیگه نمیتونم برم خونه؟ بازجو میگه نه تو باید بری زندان چون تو به قتل متهم شدی. بعد از این صحبت‌ها پلیس از بریانا خواست که دستاشو پشتش بگیره تا بتونن بهش دستبند بزنن و اونو به زندان شهرستان منتقل کنن. دادگاه برای بریانا وثیقه $750,000 تعیین کرد همراه با یه سری شرایط سخت مثل اینکه اصلاً حق نداره هیچگونه اسلحه‌ای همراهش داشته باشه و نباید هیچ تماسی با خانواده قربانی بگیره. بریانا اون شب تو بازداشت موند ولی فرداش با پرداخت وثیقه آزاد شد. 28 مارس 2024 اولین جلسه رسیدگی به پرونده بریانا شروع شد. دادگاه بریانا بارزیلی تو شهرستان فرانکلین یکی از 88 شهرستان ایالت اوهایو برگزار شد. تو این جلسه فیلم‌های دوربینای امنیتی صحنه جرم نشون داده شد. تو این ویدیو شروع و پایان درگیری که منجر به مرگ حالیا شده بود کاملا مشخص بود. چند تا از شاهدایی که اون شب اونجا بودن هم تو دادگاه حاضر شدن و گفتن بریانا همون کسی بود که چاقو رو به حالیا زده. مدرک مهم دیگه‌ای که تو دادگاه نشون دادن همون ویدیوی موبایلی بود که دوست حالیا از اون دعوا گرفته بود.
تو اون ویدیو دعوای لفظی بین هالیا و بریانا مشخص بود. بعدش هالیا میره سمت بریانا و یه سیلی بهش میزنه. و درست بعد از اینکه هالیا اون سیلی رو زد، اون درگیری اتفاق افتاد که منجر به مرگ هالیا شد. وقتی که دعوا بین بریانا و هالیا بالا گرفت، همون موقع به نظر میرسه که بریانا با چاقو به هالیا ضربه زده. هالیا با اینکه زخمی شده بود، ولی دعوا بینشون تا یکم بعدش هم ادامه داشت. ولی بالاخره اونا رو از هم جدا کردن. تو فیلم مشخص بود که جلوی تیشرت هالیا پر از خون شده. اول بریانا به قتل عمد متهم شد. اما قبل از شروع دادگاه اتهام قتل عمدش به قتل غیر عمد تغییر کرد. این تغییر اتهام به خاطر شواهدی بود که نشون میداد بریانا فقط میخواسته از خودش دفاع کنه. وکیل بریانا در دفاع از موکلش گفت بریانا بیشتر از 30 قدم به عقب رفته و بارها اعلام کرده که نمیخواد درگیر بشه. اما قربانی به حمله ادامه داده و در نهایت موکلم یه ضربه با چاقو به قربانی زده که منجر به مرگش شده. گزارش‌های پزشکی قانونی هم علت مرگ هالیا رو به طور مشخص زخم گردن تو ناحیه گردن عنوان کرد که این زخم منجر به خونریزی شدید و در نهایت مرگ هالیا شده. با این تغییر بریانا به جای اینکه با حبس ابد روبرو بشه که شاید بعد 15 سال میتونست درخواست آزادی مشروط بده، فقط ممکن بود تا 3 سال براش زندان در نظر بگیرن. بعد از کلی مذاکره دادگاه با یه توافق موافقت کرد که طبق اون بریانا به قتل غیر عمد اعتراف کرد و در نتیجه دادستانا اتهام قتل درجه 1 رو کنار گذاشتن. این تصمیم خیلی‌ها رو شوکه کرد چون انتظار نداشتن همچین تخفیفی بهش بدن. دادستانا تو اوایل ژوئن 2024 اتهام جدید رو ارائه دادن. در تمام این مدت قبل از دادگاه یه سوال تو ذهن همه مونده بود. آیا این دعوا فقط یه درگیری ساده بوده که منجر به قتل شده یا برنامه‌ریزی شده بوده؟ یا شاید هم فقط دفاع از خود بوده؟ وقتی تحقیقات شروع شد، بریانا آماده میشد تا تو دادگاه بگه چاقو زدنش به هالیا کولبرتسون فقط برای دفاع از خودش بوده. طبق قوانین ایالت اوهایو، البته از سال 2019 به بعد، وقتی کسی میخواد ادعا کنه که از خودش دفاع کرده، این دادستانان که باید تصمیم بگیرن آیا واقعا دفاع از خود بوده یا نه. قبل از سال 2019 خود متهم باید به هیئت منصفه ثابت میکرد که از خودش دفاع کرده یا نه. ولی در حال حاضر دیگه این وظیفه متهم نیست که ثابت کنه دفاع از خود بوده. حالا دادستانان که باید ثابت کنن که آیا واقعا دفاع از خود بوده یا نه. یادتونه که گفتم قبلا بریانا به یکی از دوستای مشترکشون یه پیام داده بود و گفته بود اگه هالیا بخواد بازم بهم نزدیک بشه میزنم میکشمش. دادستانا اومدن و از اون پیام‌هایی که بریانا یه هفته قبل از حادثه برای دوستشون فرستاده بود به عنوان مدرک استفاده کردن. وکیل بریانا از قاضی خواست که اجازه نده اون پیام‌ها تو دادگاه ارائه بشن، چون پیام‌ها مربوط به یه هفته قبل از حادثه بود و ربطی به اون لحظه نداشتن. جلسه دادگاه بریانا خیلی پرتنش و احساسی بود، چون قاضی قبل از اینکه حکم اعلام کنه اجازه داد خانواده هالیا حدود 1 ساعت صحبت کنن. خانواده هالیا اعتقاد داشتن که بریانا عمدن دخترشونو کشته و همه چی رو از قبل برنامه‌ریزی کرده. تو طول دادگاه بریانا آروم به نظر می رسید، ولی یه غمی تو صورتش بود، چون از قبل به خاطر توافقی که کرده بود با دادگاه میدونست قراره چه حکمی بهش بدن. وکیلش هم تاکید کرد که بریانا توی کل روند تحقیقات کاملا همکاری داشته و تا حالا هیچ وقت کار خلافی نکرده. قبل از اینکه حکم نهایی اعلام بشه، بریانا یه صحبت کوتاه کرد. گفت که کاملا متوجهه که چقدر به بقیه درد و ناراحتی وارد کرده و گفت تا آخر عمر با عذاب وجدان این کارش زندگی میکنه. در نهایت قاضی مارک سروت بریانا رو به خاطر کاری که با هالیا کولبرتسون 17 ساله کرده بود به 3 سال زندان محکوم کرد. حالا اگه بریانا تو زندان رفتار خوبی داشته باشه، حتی میتونه درخواست آزادی زودتر از موعد بده و اگه قاضی موافقت کنه از زندان زودتر میتونه آزاد بشه. بعد از اینکه حکم اعلام شد، بریانا به زندان زنان تو ایالت اوهایو فرستاده شد و دوران محکومیتش رسما شروع شد. فقط خانواده هالیا نبودن که از این اتفاق داغون شدن. خانواده بریانا هم شوکه بودن، چون بریانا هیچ وقت تو همچین دردسری نیفتاده بود و حالا جون یه دختر دیگر رو گرفته بود و یه خانواده دیگر رو داغدار کرده بود. نمیدونم بچه‌ها، یه جورایی به نظرم تو این دعوا استفاده از چاقو اصلا توجیهی نداشت، چون هالیا هیچ سلاحی با خودش نیاورده بود که بگیم جون بریانا انقدر در خطر بوده که مجبور شده با چاقو دوستشو بزنه. کلاً یه دعوای ساده بود و اون 2 تا پسر که اونجا وایساده بودن میتونستن نذارن این فاجعه اتفاق بیفته.
در کل به نظرم فقط حالیا الکی جونشو از دست داد. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها بهم بگید نظرتون درباره این پرونده چیه. مراقب خودتون باشید. میبینمتون.